درود بر شما. یه سری از دوستانم هستن که مهاجرت کردن، تو محیطن الان، ولی همیشه از انگلیسی حرف زدن فرار میکنن. بعدم که حرف میزنه مثلا مجبور میشه دیگه میگه گوش میده یس یا فقط میگه یس. سلام علیکم، خسته نباشید. یه موقعیتایی هست که دیگه نمیتونی حرف نزنی، حق تو میخورن یا به ضرر تمام میشه، باید حرف بزنیم اونجا. خب امروز میخوایم بریم سراغ این موقعیت ها. مثلا پلیس نگهت داشته، پول اوور. حالا تو مثلا میگی راهنما نزدی، تو میخوای بگی من مطمئنم که راهنما زدم. حالا تا بیای گوشی رو بیاری بیرون و از چت جی پی تی رو باز بکنی و من راهنما زدم به انگلیسی چی میشه، او جریمه رو چاپ کرده گذاشته رو داشبورد رفته. دنبال چی داری میگردی؟ پس باید این جملات رو سریع بگی. 10 تا موقعیتش رو امروز آماده کردم که حقت ضایع نشه. خب موقعیت اول، تو میخوای از یه خدماتی، یه محصولی، یه چیزی شکایت بکنی، گله بکنی اصلا. خب تو هتل، تو رستوران، هر جایی. چی میری میگی اونجا؟ مثلا مورد اولی که من نوشتم میگه آقا من از یه چیزی راضی نیستم، مثلا از کیفیت غذا راضی نیستم. خب بگو ببینم. وقتی میگم بگو بلند بگو دیگه، فقط نشین اونجا به من گوش بده یا نوت برداری بکن، تو هر حالتی که هستی جواب بده. من راضی نیستم از کیفیت غذا. خب راضی رو که میتونی بگی happy. آفرین. I'm not happy. فقط بعد از happy از فارسی معنی نکنید. تو فارسی میگی از کیفیت غذا راضی نیستم، از رو نیا بگو of یا from، باید بعدش with بذاری. پس I'm not happy with the quality of the food، یا حالا هر چیزی که خودت یا I'm not satisfied with your services، از خدماتتون راضی نیستم. خب حالا یکم لول رو ببریم بالاتر. رفتیم اونجا میگی من میخوام شکایت بکنم، مثلا زنگ زدم من چند وقت پیش، شرکت در واقع اینترنت خونه سرعت پایین بود. میدونید من هر اصطلاحی که بخوام درس بدم اون موقعیت پشتش هم میگم که تو ذهنتون بمونه بهتر. زدم گفتم آقا من یه گله‌ای دارم از این سرعت اینترنت، سرعت پایینه، مثلا پلن ما رو تغییر بدید، نمیدونم یه کاریش بکنید. خب اینو چی میگیم؟ میخوام شکایت بکنم، میخوام گله بکنم از یه چیزی. خب بگو ببینم. شکایت کردن که میشه complain. بگو I want to، نگید بچه ها. I want to خوب نیست، درسته ها، ولی خوب نیست. I'd like to complain about، بعد هر چیزی که دوست داری. پس حالا این جمله چی میشه؟ سرعت پایین اینترنت. بگو بلند. آفرین. I'd like to complain about the speed of the internet. The speed of the internet. خب یا the slow speed of the internet. یکی دیگه. آقا اینجا کی مسئوله؟ مثلا خدمات مشتریان کیه؟ اینجا کی مسئوله؟ من یه شکایتی دارم، من یه گله‌ای دارم. اینو دیگه میتونی به شکل فیکس شده همیشه اینجوری بگی. بیری اونجا یا حالا زنگ میزنی Who's in charge here? Who's in charge here? اینجا کی مسئوله؟ I have a complaint to make. این دیگه خیلی حرفه‌ای تر، قشنگ‌تر. اون مورد قبلی گفتم complain فعلش بود، یعنی شکایت کردن. اینجا یه تی که بذاری میشه complaint، اسم میشه، یعنی گله، شکایت، بعد با فعل make میاد. یعنی I have a complaint to make. من یه شکایتی دارم، یه گله‌ای دارم. پس با یکی از این سه تا حالت میتونی از حالا خدمات یا محصولاتی که هست شکایت بکنی. مورد دوم، یه نفر میاد جلو تو صف. این برای خودم 2-3 بار اتفاق افتاد. تو صف بودیم، یه آقای اومد و همینجوری اومد جلوی ما تو صف. چند ثانیه نگاه کردم، دیدم نه خیلی مصمم اینجوری وایساده بود تو صف. حالا من چی بگم به این؟ تو باشی چی میگی؟ آقا صف اینجا، برو ته صف. خب چی بهش میگی؟ Excuse me, this is a line. اینجوری میگی؟ میگه خب آره میدونم صفه، منم وایسادم تو صف. پس این فایده نداره، این خوب نیست. بعد مثلا چی دیگه میتونی بگی؟ ببخشید شما تو صف بودین؟ تو کجا پیدا شد؟ Excuse me, were you in the line? میگه yes I am in the line. خب یعنی زور نداره این جملاتی، که جمله زوردار میخواد که آقا بیا برو ته صف، تو جات اینجا نبود. اینو چه جوری میگی؟ Excuse me, you're cutting the line. cut، لاین رو قطع کردی، تو جات اینجا نیست. You're cutting the line، جات اینجا نیست، بفرمایید تشریف ببرید ته صف. خب پس اینو اینجوری میگی. مورد سوم، چیزی از قلم ننداختم؟ نه. بحث با همسایه. یکی از بچه‌هایی که تو آپارتمان هستید احتمالاً اینا رو داشتید.
این مشکلات رو. یکی از بچه‌ها میگفت ما یه همسایه‌ای داریم، این quiet hours یعنی اون ساعت سکوت، مثلا حالا 9 9 شب 10 شب نهایتاً quiet hours هستش. میگفت این 9 شب quiet hours ما، میگفت اینجوری مشت آماده پشت دیوار نشسته، میگفت اتاق خوابش دقیقاً چسبیده به پذیرایی ما. بعد اینا چوبیه دیگه، خونه هاشون توی کانادا صدا میره، یعنی تو سرفه هم میکنی صدا میره. گفت ساعت 9 که میشه ما جیک صدامون در میاد، این میکوبه به دیوار، یعنی دیگه اصلا عادت کرده اینجوری چشم ساعت 9 که شد گفت ما هیچی نگفتیم. یه روز دیگه اومد زد به در رو زد که شما چرا سر صدا میکنی؟ گفت منم دیگه عصبانی شدم. حالا فرض کن تو توی موقعیتی میری اونجا در رو باز میکنی، حق نداری شما بیای در منو بزنی، واقعا حق ندارن. چی بهش میگی اینو؟ شما حق نداری بیای بزنی به در من، چی میگی؟ خب you can't زورش کمه. ببین نمیتونی با حق نداری خیلی فرق داره، اون اقتدار بیشتری داره. حق نداری، حق میشه چی؟ right. حالا بگو ببینم. You have no right. You have no right to. بعد دیگه جمله رو ادامه بده. شما حق نداری بیای در منو بزنی. بگو ببینم. You have no right to knock on my door. خب یا مثلا بکوبی به دیوار، حق نداری. You have no right to. اینو میگیم bang، کوبوندن. bang on the wall. خب اینجوری بهش میگی. بعد اونم میگه خب شما هم اجازه ندارید 9 به بعد سر و صدا بکنید. اجازه ندارید یعنی حالا قانون بهت اجازه نمیده 9 به بعد. اینو چجوری بگیم؟ تو اجازه نداری یه کاری بکنی. خب اجازه دادن میشه چی؟ allow. تلفظش رو دقت کنید. allow. حالا تو اجازه نداری، خب you don't have allow نمیتونی بگی. این یه جور حالت مجهوله. You are not allowed to. You are not allowed to make any noise after 9. اونم اینجوری میگه بهت. خب تو اینجوری بگی، اونم اینجوری میگه. اجازه ندارید. مثلا شما اجازه ندارید اینجا پارک بکنید. You are not allowed to park here. اینم بحث با همسایه. مورد بعدی تو محیط کار. خیلی پیش میاد به همکارت، به رئیست میگی آقا این وظیفه من نبود. بگو ببینم. اینو بلدی؟ وظیفه responsibility. اوکی. It's not. یا it wasn't my responsibility. یا مثلا میخوای بگی آقا این با من نبود این کاره، من وظیفه نداشتم این کار رو انجام بدم. چی میتونی بگی؟ charge. همون اول ویدیو گفتم کی اینجا مسئوله. Who's in charge here. پس be in charge of این کاملشه، یعنی مسئول چیزی بودن. بگی مثلا من مسئول جواب دادم به تلفن‌ها نیستم یا نبودم. I'm not یا I wasn't. حالا بگو. آفرین. in charge of answering phone calls. خب I am یا حالا I'm not. یا مثلا میگه که پس مثلا رئیست بهت میگه چرا مثلا میگم زنگ نزدی به فلان جا، اون فلان کار رو نکردی. قرار نبود من این کار رو بکنم. خب این قرار نبود، اینو چجوری بگیم؟ suppose داره توش. بگو ببینم. suppose. شنیدی؟ خیلی خیلی پرکار برده. I wasn't supposed to do that. قرار نشد من این کار بکنم. مثلا you didn't tell me. به من نگفتی I wasn't supposed to do that. یا I was supposed. قرار بود من این کار بکنم. I was supposed to. بعد فعل، هر فعلی که خواستی. شماره 5 تو فاکتور خیلی پیش میاد. رفتی خرید، فاکتور تو گرفتی. این $20 چیه اینجا؟ من هیچی $20 نگرفتم. میخوای بری به کشیر بگی آقا من چیزی $20 هیچی نگرفتم. چی میگی بهش؟ I خب didn't. آفرین. buy anything. یه for بذار. I didn't buy anything for $20. من هیچ چیز $20 نخریدم. این چیه تو فاکتور؟ اینجوری میگیمش. یا باز بر من پیش اومد آقا قیمتی که توی یعنی مثلا تخفیف گذاشته بودن، برداشته بودن، قیمتی که تو رسید زده بود با قیمت پرایس تگ که رو جنس بود فرق داشت. اینو چجوری بهش بگیم؟ خب رسید که میشه ریسیت، اون پیش تلفظ نمیشه. اونم که پرایس تگ. بگو ببینم. آسونه. The price on the receipt is different from the price tag. خب اینجوری میگیمش. و میدونید که هر وقت این اتفاق بیفته اونا مجبورن که اون جنس رو رایگان به شما بدن. خب البته میگن ولی خیلی وقتا این کار نمیکنه. اگر در حد $3-4 $10 باشه آره اتفاق میفته، ولی همیشه هم اینجوری نیست. یا مثلا رفتی خرید یه چیز مهم، مثلا یه چیز حساس، مثلا شامپو.
آقا تو میخوای بدونی که این شامپو اگر به مواد نساخت واسه میخوای پسش بدی، اصلا بپرسید هر موقع رفتید خرید، بگید آقا شرایط برگشت محصولتون چجوریه، اصلا قبول میکنید 1 ماه وقت داره، 3 ماه وقت داره، اینو چجوری بگیم؟ همه اینا رو احتمالا شنیدید. میگیم What's your return policy? Excuse me, what's your return policy? چجوریه؟ بعد شماره 6 صحبت با پلیس میگه آقا pull over، بزن کنار، و میاد اونجا. معمولا هم میگن که Do you know why you got pulled over؟ یا Do you know why I pulled you over؟ میدونی چرا زدمت کنار؟ پلیس هم بچه ها، یکی از بچه ها دیدید که ایران وقتی پلیس میگه بزن کنار، ما میزدیم کنار رو از ماشین سری میپردیم بیرون، میرفتیم شروع میکردیم چکشونه زدن. یکی از دوستانم تازه اومده بود همین کارو کرد، پلیس نگهش داشته بود او پلیس گفت برو بشین تو ماشین، میشینی تو ماشین تکون نمیخوری، خود پلیس میاد، وظیفشه که بیاد کنار ماشین شما. تو فیلم ها دیدین احتمالا. حالا پلیس میگه که میخواد جریمت کنه، میتونید حق اعتراض داری، میتونید جریمه رو قبول نکنی، حالا بعد میری دادگاه و اون داستانای خودشو داره. تو میخوای بگی آقا من 100% مطمئنم که مثلا چراغ رد نکردم. خب من 100% مطمئنم. I'm چی میگی؟ همون دیگه 100%. I'm 100% sure that. I'm 100% sure that. اینو داشته باش که مثلا من چراغ رد نکردم، چراغ قرمز. I با فعل چی میگیمش؟ شنیدین احتمالاً. Run. I didn't run the red light. پس بذارشون کنار هم. I'm 100% sure I didn't run the red light. قاطی میکنه. I didn't run the red light. مطمئنم که چراغ قرمز رد نکردم. آقا من مطمئنم که داشتم 30 کیلومتر میرفتم. میگه مثلا اینجا منطقه 30 تا، شما داشتی 35 تا میرفت. نه من مطمئنم که 30 تا میرفتم. I was 100% sure خب حالا میتونه بگی I was driving 30 kilometers per hour. کوتاه. I was doing 30. اینو اگر شنیدید I was doing 30 یعنی 30 تا داشتم میرفتم. پس I'm 100% sure I was doing 30. مطمئنم 30 تا داشتم میرفتم. یا مطمئنم راهنما زدم. راهنما رو میتونیم بگیم توی حالا آمریکا کانادا میگن بلینکر. اینجوری چشمک زدن میشه بلینک. مثلا چراغ چشمک زدن میشه بلینکینگ لایت. بعد بلینکر یا سیگنال هم میگن راهنما. بعد فعلش هم همون یوز یا پوت آن میتونی بگی. پس مطمئنم که راهنما زدم. I'm 100% sure بگو راهنما زدم. I put on my blinker. یا I used my blinker. مطمئنم که استفاده کردم. دیگه پلیس معمولا برای همین چیزا نگم. حین رانندگی یه نفر میپیچه جلوت، خب حالا دعوا و اینا هم نیست، داری صحبت میکنی آقا حق تقدم با من بود یا با منه، شما نمیتونی بیای، باید صبر بکنی. چی بگیم اینو؟ حق تقدم با منه. حق رو داشتیم توی قبلیا که گفتیم تو حق نداری، میشه چی؟ right. حق تقدم میشه right of way. پس I have the right of way. این یعنی چی؟ یعنی حق تقدم با منه، تو باید صبر بکنی. یا مثلا یه ماشینی از پشت زده به ماشینت، حالا میخوای بگی که تو باید فاصله رو حفظ میکردی، باید یه کاری رو میکرده ولی نکرده. چیه گرامرش؟ should have pp. فاصله رو حفظ کردن هم که میشه keep your distance. حالا بریزشون با هم قاطی کن، جمله رو بگو ببینم. تو باید فاصله تو حفظ میکردی. You بگو بلند. should have kept. You should have kept your distance. تلفظش هم distance. پس you should have kept your distance. باید فاصله تو حفظ میکردی. یکی دیگه آقا مثلا ماشینا حالا نزدیک بوده تصادف بکنه، میگه چرا تو باید قبل از تغییر لاین رو عوض کنی، باید راهنما میزدی، یا چرا این کارو نکردی؟ خب you، یا میگه تو راهنما نزدی اومدی رو دست من. You didn't، گفتم راهنما زدن. Use your blinker یا put on your blinker. You didn't use your blinker before changing lane. لاین نگین، ما تو فارسی میگیم لاین. این خط کشیایی که تو خیابون تو جاده هست که ما میگیم لاین، اینا لین هست. لاین که میشه خط. پس you didn't use your blinker before changing your line. این هم اینجوری میگیمش. خب شماره 8 با رئیس رفتی مثلا 6-7 ماه یه جایی کار کردی،
نه حقوق تو میبرن بالا، نه پوزیشن تو تغییر میدن. میخوای بری به رئیس بگی دیگه آقا من حقم یه موقعیت بهتره، مثلا حقم اینه که حقوق بیشتری بگیرم. اینو چجوری میگی؟ Hi boss, good morning، مثلا I'd like to talk to you، میخوام باهات حرف بزنم. بعد میری اینو میگی. این حق دیگه با اون قبلیه فرق داره، اون میشد right. اینجا فعل deserve رو داریم. deserve یعنی لیاقت چیزی، شایستگی چیزی رو داشتن. حالا بگو ببینم. میگه آقا من فکر میکنم من لیاقت یه پوزیشن، یه موقعیت بهتری رو دارم. بگو I think I deserve a higher یا a better position. یعنی من رو پوزیشنم رو ببر بالاتر. I deserve a higher position. یا مثلا میگه آقا من لیاقت یا شایستگی اینو دارم، حق اینو دارم که حقوقم بره بالا، افزایش حقوق داشته باشم. اینو میگیم چی؟ raise. I deserve to get a raise. بعد از deserve هم تو میذاریم. یا مثلا حقوق بیشتری بگیرم. I deserve to، بگو حقوق گرفتن میشه get paid. I think I deserve to get paid more. یا حالا مثلا get more salary، اونم درست. رئیس تو دست کم گرفتی توانایی منو، من میتونم مثلا فلان موقعیت رو از پسش بر بیام. You estimate، میدونید تخمین زدن، یه under که بذاری قبلش underestimate یعنی دست کم گرفتن. I think you've underestimated me، تو منو دست کم گرفتی. اینو هم میتونی بگی. صحبت با تعمیرکار. ما آینه بغل ماشینمون شکست چند وقت پیش، حالا تو یه ماشینی زده بود، کاری نداریم. بردم یه 2-3 جا بادی شاپ میگن این صافکاری، اون کار اوناست. گفتم اینو حالا هزینه‌اش چقدره، حالا بشین تا زنگ بزنم و استعلام بگیرم و حالا نمیدونم راست یا دروغ. یه 20 جا زنگ زد، بعدم گفت 550 دلار میشه یه آینه. اول که نمیگفت، یعنی باید ببینم چقدر کار میبره، آیا رنگ میخواد یا نه. میخوام بگم که توی این کارهای خدماتی اینا معلوم نیست، ممکنه قیمت‌های عجیب غریب به تو بگن. حتما قبلش بپرسید آقا یه تخمین حدودی به من بده که این چقدر هزینه‌اش میشه. و میگم اونم نمیگفت، من نمیدونم چقدر کار میبره، رنگ میخواد یا نه. ولی گرفتیم دیگه. اینو چجوری میگی یه تخمین حدودی به من بده؟ خب rough یعنی حدودی، یه معنی خشن میده، معنی حدودی هم میده. و estimate، اون قبلی بچه‌ها گفتم منو دست کم میگیری، اونجا estimate تلفظ میشد فعله، اینجا estimate اسمه. اون estimate، این estimate. A rough estimate یعنی یه تخمین حدودی. پس can you give me a rough estimate؟ میتونی هول و هوش بهم بگی چقدر میشه؟ مثلا پیش فاکتور بهم بدی. اینو حتما توی کارهای خدماتی بپرسید، چون ممکنه رقم‌های عجیب غریبی بشنوید. خب پس can I have یا can you give me a rough estimate of the cost؟ اون آینه رو خودم خریدم آنلاین، $110، 2-3 ساعت هم وقت گذاشتم درستش کردم. $110 کجا، 550 دلار کجا. مشکل بعدی، حالا تعمیرکار اومد آقا کولرتون رو درست کرد. میخواد بگی آقا اگر این دوباره خراب شد چی؟ یه هفته دیگه خراب شد، باز من باید بهت پول بدم؟ خودت میای تا کی این تضمین میکنی که اینا رو بپرسید حتما. مشکل ساز ممکنه مشکل پیش بیاد. پس تعمیر کرده میخواد بره، حالا فعلا اوکیه. میگی اگر دوباره خراب شد چی؟ اگه این مشکل حل نشد چی؟ اگه چی؟ اینو تو ویدیوهای قبلی گفتم. من همونجوری که دارم درس میدم مطالب قبلی رو هم دارم مرور میکنم. اگه چی تو ویدیوهای قبلی میشه what if. بعد مشکل حل نشد، مشکل ادامه دار شد، این رو هم یه بار استوری کردم. The problem persists. خب persist یعنی ادامه دار بودن. حالا بذارشون کنار هم. What if the problem persists؟ اگه مشکل حل نشد باز ادامه دار بود چی؟ باز باید پول بدم، خودت میای، تا چند وقت اینجوریه؟ اینا رو حتما مشخص بکنید. و آخری هم صحبت با صابخونه. اینم یه مشکلی که هست، اسباب کشی که میخوای بکنی، ما معمولا چند تا سوراخ رو دیوار میزنیم دیگه، حالا تابلویی، ساعتی، چیزی. این صابخونه ها خیلی روی این سوراخ ها خیلی حساسن و ممکنه که بیان از سیفتی دیپازیت یا سکیوریتی دیپازیت شما کم بکنن. این همون پول مثل چک تخلیه بود تو ایران، یه مبلغی رو میگیرن که بعدن آخر کار اگر خسارت وارد کرده بودی از اون مبلغ کم بکنن. فکر کنم نصف کرایه یه همچین چیزیه.
خب بعد اینو صابخونه میاد میبینه سوراخ‌ها رو، میگه آقا من این سوراخ‌ها رو پر میکنم قبل از اینکه برم، نری حالا از پول دیپازیتم کم بکنی. چی میگی؟ من سوراخ‌ها رو قبل از اینکه برم پر میکنم. I'll، حالا فیل میتونی بگی patch، اینکه پر میکنی و اینا، مثلا این برچسبی چیزی میزنی روش. I'll patch the holes before I move، قبل از اینکه برم. و آخری هم میگه که برای ما پیش اومد آقا این دستگیره این پنجره چرا از جاش در اومده؟ اینجوری بود. وقتی میخواستن خونه رو تحویل بگیرن گفتم آقا یه پنجره بود که ما زیاد استفاده نمی‌کردیم. ما خواستم بگم آقا ما اصلا زمانی که اومدیم این اینجوری بود، خودت چک نکردی. زمانی که اومدیم از جاش در اومده بود. یه چیزی که از جاش در میاد شل میشه میتونیم بگیم come off. come off. حالا بگو ببینم این از جاش در اومده بود قبل از اینکه ما بیایم. it، خب در اومده بود. it had come off before we moved in. یا حالا come off به ذهنت نرسید، it was broken، شکسته بود یا خراب بود. before we moved in، قبل از اینکه ما بیایم این اینجوری بود. خب اینم یه فکر کنم 30-40 تا جمله شد برای اینکه بتونی از حق دفاع بکنی. ویدیو رو دوباره ببینید، جملات رو آخر ویدیو میذارم اسکرین شات بگیرید که بتونید تکرار بکنید و حفظشون بکنید. امیدوارم که به درتون خورده باشه. میبینمتون. فعلا خداحافظ.